سلام با خانواده پادشپس. آقا امروز اومدیم تو دل کویر با هم یه دوری بزنیم و هدفم اینه امروز رگه پیدا کنم. ببینم میتونیم امروز یک رگه عقیقی جاسپری چیزی پیدا کنیم یا نه. من مسیر آبراهه رو انتخاب کردم. بعد بیا جلو خانم تیکه ها رو با هم نگاه کنیم. من هنوز اینا رو بررسی نکردم. پایین مسیر دیدم نمونه ها رو. ببینم چی پیدا کنیم امروز. به این مصور هم هست. چیکار خوشگلی شدین. اولین سنگو خدا تو مسیرمون قرار داد. یه ارزش برداشتن داره، 100% داره. بیا بریم بالا. به این نشونه ها رو همیشه بهش دقت کنید. سنگ بستر رو میبینید؟ دیگه بچه های تیزوش کانال میدونن این چه سنگ بستریه. اگه میدونید داخل کامنت ها حتما بنویسید. ببینم چقدر مسلط هستی ویدیوهای ما رو دنبال میکنید. خب ببینید منطقه اینا رو نشون بدیم. ما همیشه کوچکترین نشونه های رو سطح زمین رو بررسی میکنیم. کوارتز داره، پایینش رو میبینید از این کارهای عقیقای به صورت شیری سلیمانی شیری کار شده. خب ببینیم این ور چی دور میزنه. اینجا تیکاش داره زیاد میشه. من قبلا یه ویدیو در خصوص پیدا کردن رگه ها کامل براتون گذاشتم. از همون دیتا حالا اومدیم استفاده کنیم. ببینیم امروز هم میتونیم رگه پیدا کنیم. تیکه های این ور رو بگی خانم. بیا به به به. یه کار عقیق با حاشیه مشکی داره. اوه 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 خدای من شکرت. عجب کار خوشگلی شدین. یه عقیق رنگی سلیمانی رنگیه. امیدوارم تو ویدیو مشخص شه. اگر همچین رگه‌ای من امروز پیدا کنم که دیگه تمومه. خب من اینو بزنم. ارزش برداشتن داره. تیکاش داره تکرار میشه. خب از بالا اومده. اینجا تیکه خورده‌هاش هست. بیا این پایینم اینو بگی خانم. یه کار جاسپر رقیق اینه. بیا اینجا. اینم پشت کار، روی کار جاسپر رقیق شجره. کار خوشگلیه. خیلی کار خوشگلیه. اینم نگاه کنید تیکه بزرگه رو احتمالاً از یه رگه اینم جدا شده. اینجا چی دارم میبینم؟ ببینید همیشه نشونه ها رو دقت کنیم بهش. این از همون نمونه ای که بالا پیدا کردیم سلیمانی داشت. پوستش دقیقاً همون پوسته است. درسته اون تر رو نداره ولی پوسته همون پوسته است. خب بیا منطقه رو یه دوری بزنیم ببینیم چه نشونه های دیگه پیدا میکنیم. بیا این ور خانم تیکه ها رو ببینید خیلی تکرار داره زیاد میشه. دوباره از همون پوسته داریم اینجا میبینیم تکرارش رو. اینا کارهای عقیقه. تر سلیمانی داره با مرکزش کوارتز فشرده. خب بیا این تیکه بزرگه این ورم نگاه کنی. اوه اوه اوه. اینا معمولا توش طرحهای مصور در میاد. اگه دیدید همچین نمونه هایی دارید میبینید یعنی عقیقای شیری با کوارتز و اینجور چیزا معمولا طرحهای مصور با خودش داره. این درصد کوارتزش خیلی زیاده. یعنی کوارتز فشردهش خیلی زیاده. ارزش برداشتن نداره برام. کوارتز فشرده موقع تراش اذیت میکنه و رنگ شیری به خودش میگیره. یه رنگ سفیدی از خودش نشون میده. بیا اینجا تیکای این ورم نگاه کنیم. به به. مرکزش کوارتز، بلورای کوارتز، پایینش هم حاشیه عقیقه. پشتش هم نگاه کنید. عقیقه تر سلیمانی چند رنگ هم هسته. خب ببینید تیکه ها خیلی داره اینجا تکرار میشه. به به. اون بزرگه رو تو دل خاک نشون بده اینجا. این به به به. کنارش هم یه تیکه دیگه افتاده بود. به اینو خدای من شکرت. خب کارش یه خورده ترک داره ولی ارزش برداشتن داره. من اینو برمیدارم. اینم نمونه ای که یه رنگ خرمایی داره. یه رنگ خرمایی عسلی داره به خودش گرفته. پشت کار. اگه هم رگه اینو پیدا کنم من امروز نور الان نور. من اینو بر نمیدارم چون کوارتزش زیاد بود. ببین تیکه های بزرگ دائم داره تکرار میشه.
این پایین رو بگی تیکای بزرگ دائم داره تکرار میشه. بیا یه خورده بیایم بالا امروز. بیا اینو بگی خانم اینور. ببینید وقتی سنگ از سرتپه یا رگه جدا میشه اینجاست خانم. معمولا کنار این خارا یا تیکه سنگ های بزرگ گیر میفته. خاکاش رو میزنم خاکاش بریزه. خب وقت رونمایی از یک دلبره. ماشاءالله خدای من شکرت، خیلی خوشگله. یک سلیمانی فوق العاده زیبا. اینم پشت کار. اصلا آقا دنبال رگه نگردم، هم یکی فکر کنم واسه من کافی بود. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. خب چه جایی هم افتاده بود. نقولش چیز میگن هیچ چشم عقاب میخواست پیدا کردنی. این نمونه ها دائم داره تکرار میشه. خب اینجا این آبا شما که باید بگیری رو به آسمون تا فکر کنم یه ذره آب بپاشه دیگه. فکر کنم خسته شده دیگه. ببینید تر سلیمانی دستم خیس هسته. یه تر سلیمانی ناز داره ولی هیچ اون قبلیه نمیشه. خب بریم بالا که احتمالاً نشونه‌های خوبی ببینیم. خب بریم ببینیم این از کجا جدا شده. ببینید تیکه ها اینجا رو زمین افتاده. خب من حالا باید آب‌هاشو فکر کنم بازش کنم. این تیکه ها افتاده ولی خب این تر نداره. پوسته های نمونه رو نگاه کن. اینجا این پوستش دقیقا مثل اون پوسته خرمایی است که پایین سد دیدیم. خب اگه هم رگه‌ای باشه فکر نکنم رگه قدرتمندی داشته باشه، یعنی خیلی نازک احتمالاً باشه. بیا اینا رو هم بگی نگاه کن این برا. خب ما آبو یه ذره کم باز میکنیم. یه تر خرمایی عسلی داره، تر سلیمانی. نگاه کن اینم هسته. یه پوسته خیلی خوشگلی داره. خب ببینیم دیگه چی میتونیم پیدا کنیم تو این طبیعت. ماشاءالله چه جای غنی هم هست. خب بریم بالا ببینیم این بر چی داره. یه دوری بزنیم. باز دوباره تیکه ها داره تکرار میشه، یعنی رگه اگه هسته همین اطرافه. این تیکه های بزرگ رو این ور نگاه کنید. اوه اینجا چقدر تکرار زیاده. به خاطر این سنگ بزرگی که اینجا تو مسیر بوده تیکه ها خورد شده. اینجا هم نگاه کنید. اینا هم بگی خانم. اون تیکه بزرگی آره اون وره، اینا باز تیکه های دیگه است. دائم داره پوستش تغییر میکنه، یعنی رگه خیلی قدرتمندی اینجا نداریم. خب بیا یه کار فکر کنم خوشگله دیگه پیدا کردیم اینجا. به به بذار یه ضربه بهش بزنم. خیلی هوا زده است این. به 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 خدای شکرت. فقط یه گوشه‌شو شکستم، شما دیگه عمق کارو ببینید. ماشاءالله یه سلیمانی رنگی خیلی خیلی خوشگل. خب خدای شکرت. تو طبیعت کبیر که میرید تک تک نشونه ها رو دقت کنید. خب ببینید تیکه اینجا زیاد افتاده ولی فکر کنم امروز ما رگه پیدا نکنیم. یعنی اینقدر که اینجا احتمالاً چیزاش هم نازک باشه چیز با کیفیتی پیدا نکنم. همون دو سه تیکه که پیدا کردم ارزشش اندازه یه رگه حداقل 100 کیلو 200 کیلویی میارزید. آقا بریم جمع‌بندی کنیم، نفس ما هم دیگه بالا نمیاد. اگه از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنت من انرژی بدید. فعلا خدا نگهدار.